خب میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چطور یکی از روش‌های چرم مصنوعی رو با هم دیگه کار کنیم. یکی از روش‌ها، پس بعد نمیم بگین هزار تا روش دیگه هم هست، اصلا آماده‌شو میفروشن. خب اول تنابو ریز 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 میکنیم، بعد چسب رنگ هر چی که باشه. حالا من از رنگ خوراکی استفاده کردم، یادتون باشه هیچ رنگ خوراکی توی بازار وجود نداره، همش الکی میره تو معدتون. بعد خوب تکونش میدید. اگه پسر بالغ مجرد تو خونه دارید بدید اون این کارو بکنه، بهتر میکنه. حالا که چیز شد، رنگا قشنگ ترکیب شد و هیچ جای خالی نمون، میذارین قشنگ یه جایی خشک بشه. شانس بیارین تو زمستون کار بکنین، بزنین رو شوفاژ و یا نه بذارید یه گوشه خشک بشه. وقتی که خشک شد باید اینجوری پودر بشه، از هم دیگه جدا بشه، گوله گوله نشه. سطح مورد نظر رو چسب کاری کرده و بعد مثل شیوید میپاشیم روش به این صورت. بعد تیکای اضافه‌ش هم فوت میکنیم یا یه کاری میکنیم که بره و بعداً یه جای نگرش میداریم. حالا کارمون آماده است، به همین راحتی، به همین خوشمزگی. ببینید حالا بعداً بهتون یاد میدم چطوری این سنگا رو درست کنیم. این کلیپ برای هیچکی نفرستین چون به درد هیچکی نمیخوره.